دیوار چین در 1 دقیقه. تصور کن یک دیوار به طول بیش از 21,000 کیلومتر، دیواری که از کوه‌ها، بیابان‌ها و رودخانه‌ها می‌گذره. این دیوار بزرگ چین یکی از شگفتی‌های جهانه. ساختش از 220 سال قبل از میلاد آغاز شد و هزاران سال ادامه داشت. هدف از ساختن این دیوار محافظت از امپراتوری چین در برابر مهاجمان شمالی بوده. اما دیوار فقط یک سنگ و ملات نبود، یک خط دفاعی، یک نماد قدرت و یک شاهکار مهندسی باستانی بود. میگن میلیون‌ها کارگر، سرباز و زندانی در ساختنش شرکت کردند. زندگی‌های زیادی از بین رفت و برخی حتی در خود دیوار دفن شدند تا برای همیشه شاهد تاریخش باشند. امروز دیوار چین نه فقط یک سنگر نظامی بلکه میراث جهانی است، نمادی از اراده، خلاقیت و پایداری انسان‌ها و یادآوری از اینکه چه کارهایی وقتی انسان‌ها متحد میشن ممکنه که انجام بدن. پس دفعه بعدی که عکس دیوار چین رو دیدی فقط به طول آن فکر نکن، به هزاران داستان، تلاش و زندگی‌هایی فکر کن که پشت هر سنگ اون پنهون شدن.